به بازار. از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هر کس هنگام ورود به بازار این دعا را بگوید: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الله متعال برای او 1,000,000 نیکی می نویسد و 1,000,000 گناه از او پاک می کند و 1,000,000 درجه او را بالا می برد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. دیگه گفتن که آیا به جز دین اسلام دیگر دین ها نزد الله متعال قبول است یا نه؟ دین‌هایی رو که الله متعال در واقع نازل کرده، دین‌های آسمانی و الهی که هستند و از هر زمان هر پیامبری یک شریعتی رو الله متعال در واقع مقرر کرده بود. تمام شرایع آسمانی قبل از اسلام یک شریعت‌های مقطعی و زمانی بودند، خاص برای یک زمان مشخص بودند یا برای یک قوم و قبیله یا برای یک شهر مشخص بودند و تمام اونها یک مقطع خاصی رو داشتند، هم از نظر محدودیت جغرافیایی و هم از نظر در واقع زمانی محدوده مشخص و خاصی رو داشتند و ادیان الهی در واقع مکمل یکدیگر هستند. یعنی تمام ما معتقد بر این هستیم که هم یهودیت و هم مسیحیت و هم اسلام و همچنین ادیان دیگری که پیامبران دیگر داشتند اصلشون از جانب الله متعال بوده و ادیان الهی هستند. آیا امروزه عمل بر تمام ادیان الهی جایز هست یا اینکه جایز نیست؟ یهودیت و مسیحیت حتی قبل از تحریف ما معتقد بر این هستیم که ادیان الهی بودند، اما زمان عمل کردنشون قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده. هم یهودیت و هم مسیحیت هم تورات و انجیل بنابر تصریحی که در آیات قرآن کریم اومده بشارت و مژده دادن به آخرین دین و به آخرین پیامبر که رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و با بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم تاریخ عمل بر ادیان گذشته در واقع به پایان رسیده و این دین همان دینی هست که دین اسلام دینی هست که الله متعال اون رو در واقع پسندیده و به عنوان دین جهانی و دین همگانی تا قیامت اینو الله متعال برگزیده. الله متعال میفرماد و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. بعد از بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم هر کسی که دینی غیر از دین اسلام باشه، چه دین آسمانی باشد چه دین وضعی و ساخته و پرداخته دست بشر باشد، غیر از اسلام امروزه هیچ کدامی از ادیان الهی به عنوان دین معتبری که بر آن باید عمل کرد و صحیح باشه چون این دینی غیر از اسلام وجود نداره. بله ادیان به اصطلاح یهودیت و مسیحیت در زمان خودشون ادیان الهی بودن، امروزه متاسفانه تحریف شدن، ولو این که بالفرض اگر تحریف هم نمی شدند عمل بر اونها از نظر شرعی جایز نبود و رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث متعددی که در این زمینه دارند من جمله این که ایشان میفرماند هر یهودی و مسیحی یا هر دین دیگری که بشنود یعنی اطلاع پیدا بکند که پیامبر آخر الزمان یعنی من مبعوث شدم از من عمل نکن از من پیروی نکند اون دین قبلیش الله متعال در واقع نمیپذیرد. پس بنابراین ادیان الهی تمامشون ما معتقد هستیم که از جانب الله متعال هستند، اما هر دینی یک مقطع زمانی و مکانی خاص داشته غیر از اسلام و با بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم ادیان گذشته منسوخ شدند و دین الهی و معتبر امروزه فقط دین مبین اسلام است.